خب بیایید با هم ببینیم چطور میشه به قاره پهناور استرالیا بار فرستاد. اول از همه ابعادش رو ببینید. استرالیا وسعتی برابر با 7.7 میلیون کیلومتر مربع داره. همین وسعت باعث شده که استرالیا ششمین کشور بزرگ جهان باشه. با اینکه جمعیت نسبتاً کمی داره، اما یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیاست. تو این راهنما از چالش‌ها میگیم، قطب‌های اصلی رو بررسی می‌کنیم و در آخر به راه حل میرسیم. خب سوال اصلی اینه که چطور میشه کالا رو به این قاره جزیره‌ای رسوند؟ کلاً 2 تا راه اصلی برای حمل و نقل بین‌المللی وجود داره: دریایی و هوایی. خب سفرمون رو از سیدنی شروع می‌کنیم، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر استرالیا. اینجا یه بازار خیلی بزرگه که هم بندر همه کاره داره و هم فرودگاهی برای بارهای سنگین. حالا میریم سراغ ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا و پایتخت سابق این کشور. بندر استراتژیک ملبورن یه حلقه اتصال خیلی مهمه برای جابجایی کالا تو استرالیا و کل دنیا. خب حالا میریم شمال و به بریزبن میرسیم، سومین شهر پرجمعیت کشور. موقعیت جغرافیایی ایدئال بریزبن اون رو به یه مقصد اصلی برای تجارت بین‌المللی تبدیل کرده. سفرمون همچنان ادامه داره و حالا میرسیم به آدلاید، مرکز ایالت استرالیای جنوبی. بندر این شهر نقش حیاتی و خیلی مهمی تو شبکه حمل و نقل دریایی کل کشور داره. و در آخر از کل قاره عبور می‌کنیم و میرسیم به پرت، بزرگترین شهر استرالیای غربی. بندر این شهر یعنی فرمنتل دروازه اصلی لوجستیکی برای کل منطقه غربه. پیدا کردن مسیر بین این همه بندر و فرودگاه به یه راهنمای متخصص نیاز داره. بارمان ترابر با خدمات جامع دریایی از طریق قطب‌های کلیدی بین‌المللی کار رو ساده می‌کنه. این شرکت حمل هوایی سریع و به‌صرفه به تمام فرودگاه‌های اصلی استرالیا را هم ارائه میده. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی میتونید مستقیما با کارشناسای خودشون صحبت کنید. حالا یه سوال، این قاره وسیع چه فرصت‌هایی میتونه برای محموله بعدی شما داشته باشه؟